وفات عجیب و غیر قابل باور نغمه. آیا این خبر در صفحات مجازی نشر شده است حقیقت دارد و یا هم خیر؟ نغمه در کدام کشور زندگی میکرد؟ دلیل دوری نغمه از هنر موسیقی چی بوده است؟ گفتنی های تازه فامیل نغمه و گریه های عجیب و باور نکردنی. منگل همسر اول نغمه. اما چرا؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، یکی از سرشناسترین هنرمندان زن افغان که در مدت خیلی کوتاهی توانست در میان مردم افغانستان شهرت خوبی کسب کند. وی بیشتر از 5 دهه می شود که آهنگ می سراید. نغمه اصالتا پشتون بوده است ولی بزرگ شده شهر زیبای کابل است. وی تحصیلات دوره لیسه را در کابل به اتمام رسانید. در 18 سالگی ازدواج کرد. ثمره ازدواج نغمه 5 فرزند می باشد، اما بعد از آن که شهرت و محبوبیت خوبی کسب کرد از همسر اولش جدا شد و در کشور امریکا بار دیگر ازدواج کرد. ازدواج دوم نغمه کاملا جنجالی و غیر قابل باور بود، اما تازه تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که نغمه از همسر دومش هم جدا شده است و در حالت بعدی در شفاخانه بستری است. خبرها مبنی بر این که نغمه وفات کرده است تاکنون از طرف خانواده نغمه تایید نشده است، ولی بانو نغمه هنرمند محبوب افغان است که آهنگهایش تا کنون در میان مردم افغانستان شهرت خوبی دارد. وی در کشور امریکا زندگی می کند. من آرزوی خوشبختی، سعادت و موفقیت برای این هنرمند از بارگاه ذات العزال تمنا دارم. در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از بانو نغمه خواهیم بود. دوستان همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.